با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. باز میخوام یک کتاب دیگر رو از برنامه کتابخوان برای شما معرفی کنم و توصیه بدم که کتاب رو بخوانیم، زیرا خواندن این کتاب برای ما و شما از منفیت خالی نیست. این کتاب نام دارد چشماندازی جهانشناسی. مؤلف این اثر سیاستشناس، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین المللی، نامزد علم سیاستشناسی شیرعلی رضاییان میباشد. مؤلف این اثر به کشورهای همچون امریکا، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان سفرهای کاری داشته است. در نشست‌های علمی شرکت ورزیده است و همچنین دیدار و ملاقات‌ها با سیاستشناسان یا سیاستمداران و دانشمندان سطح گوناگون این کشورها داشته است و دید و برداشت‌هایش را، تحلیل‌هایش را از نگاه علمی سیاستشناسی اوید به این کشورها نوشته است. گرچند این کتاب در شکل یادداشت یا سفرنامه نوشته شده باشد، ولی تحلیل های بسیار عمیق و دقیق سیاست شناسی در این کتاب بسیار کتاب را جالب دقت کرده است. مخصوصا با نگاه من قسمت سیاست خارجی امریکا که ما این موضوع رو بیشتر از نویسنده‌ها، تحلیلگرها یا سیاستشناسان خارجی می‌خوانیم و کتاب‌های زیادی در این موضوع از دیدگاه دیگران مطالعه کردیم. اکنون بیاید از نگاه یک هموطن خودمان، یک سیاستشناس و دانشمند خودمان ببینیم که با سیاستشناسی ما، تحلیلگری ما با سیاست خارجی امریکا چی اندیشه دارد. همچنین روندهایی که در ارمنستان و گرجستان و آذربایجان میگذرند و دیدی مؤلف در این اثر یا دیدی شیرعلی رضاییان یک دیدی معمولی یا یک دیدی قالبی یا معمولی نیست و غیر قالبی است. این هم در این کتاب بسیار جالب است. من فکر میکنم که با خریدن و خواندن این گونه کتاب ها ما در تبلیغ کتاب، در تبلیغ علم و اندیشه یک ذره هم باشد سهم میگیریم. این هم یک کاری ثواب و یک کاری خیلی مفید برای جامعه ما و برای دستگیری عالمان و دانشمندان وطنی خواهد بود. اگر امکانیت دارید و با کتاب و کتابخوانی شوق و رغبت دارید، مخصوصا با کتاب هایی که هم یادداشتی هستند، هم مثل سفرنامه هستند و هم در داخلشان تحلیل های سیاسی و روندهایی که این کشورهایی که من نوبر کردم میگذارد و خیلی جالب است. اگر به این موضوع شوق دارید، پس این کتاب برای شماست. این کتاب الکی در فروشگاه های کتاب تاجیکستان موجود است. شما با خریدن این کتاب عالمان، دانشمندان و نویسنده‌های وطنی را دستگیری میکنید تا روز به روز این گونه کتاب های جالب و خواندنی بیشتر و بیشتر در کشور عزیزم تاجیکستان به نشر برسند. باقی پیروز و کامگار و تنصیحت و سالم بمانید.